اقرأ ورتل باقتدار آناء ليلك والنهار. ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. طب حياتك إنها بالذكر زاهية المنى. قوم لسانك مبحرا معنا على تاج الوقار. اقرأ ورتل باقتدار. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد، عزیزان سروران گران قدر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بازم خوشحال هستیم که شما برنامه از برنامه‌های عقیده در پرتوی قرآن و سنت با بسیار اخلاص و محبت گوش میگیرین. اخلاصی که اساس از او ایمان به خالق متعال سبحانه و تعالی هست. ما و شما مسلمان ها دوست و برادر یکی دیگه هستیم. انما المؤمنون اخوه. وقتی مؤمنان برادر یک دیگه هستن، هر سخن یک دیگه را با بسیار محبت و دوستی گوش میگیرن و همیشه مسلمان با مسلمان دیگه خیر طلب میکنه و طلب خیر امی هست که ما آنچه که حق است به خدمت دوستان او را برسانیم. و خالق متعال وقتی بر ما فرصت عمر داده، فرصت بسیار خوبی داده که ما بتانیم از اشتباهات گذشته بگذریم و آینده توحیدی خدا به شکل بسیار خوبش آغاز بکنیم. حتی اگر احیانا کسی در شرک هم مبتلا باشم و بدون شک در عصر فتنه ها انسان در شرک زیاد، رسول الله صلی الله علیه و که مثل دبیب نمل است، انسان نافهمیده گاهی در شرک مبتلا میشه و خودش هم احساس میکنه که والله این دیگه پک زد، این خو مسئله شرکی هست و من در این مرض مبتلا هستم. شرک وقت بخشیده نمیشه که انسان با شرک از دنیا بره، اما اگر انسان فرصت پیدا بکنه در زندگی دنیا از هر گناهی که ولو کفر شرک هم باشه توبه بکنه و صادقانه به بارگاه الله مراجعه بکنه، الله او را میبخشه. پس انسان مسلمان نباید از رحمت الله ناامید شوه و وقتی که اشتباهی داشت ولو که اشتباهی از شرکی هم باشه و مبتلا به شرک هم باشه، بازم میتونه که دوباره به بارگاه الهی رجوع بکنه و تعهدات خدا با خالق متعال مستحکم بسازه و انشاءالله این تعهدات خوب است که سبب میشه که سعادت دنیا و آخرت نصیب ما و شما انشاءالله تعالی شود. دوستان عزیز و گران قدر، موضوع امروز ما موضوع توحید تشریع هست. تشریع دوستان عزیز در زبان عربی از شرع گرفته شده که شرع در زبان عربی جای نوشیدن آب میگن یا چشمه‌ای که محل سیراب شدن از آب است. و شریعت و تشریع، چرا ایره نامش شریعت میگن؟ ایره اگر دقیق تر فکر بکنیم به خاطر ازی شریعت میگن که در شریعت الهی همین قسم که انسان تشنه به آب نیاز داره و اگر آب برش نرسه هلاک میشه و اگر انسان بدون شریعت الهی زندگی بکنه، ای هم از گمراهی هلاک میشه. شریعت مثل آب است که انسان سیراب میکنه، از هلاکت نجات میده. بناهن شریعت میگن به خاطر ازی که کسانی که تشنه رحمت الهی هستن توسط شریعت سیراب میشه که الله متعال ما و شما را از شریعت خود سیراب بگردانه. دوستان عزیز،
تشریع در اصطلاح علمای عقیده میگن که آنچه که از جانب الله هست و برای بنده هایش فرستاده شده است، خواه عقیده باشه، عبادت باشه، اخلاق باشه، معاملات باشه و تمامی نظام های اعتقادی، عبادتی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، تعلیمی، تربیوی، عسکری، مالی و فرهنگی، تمام نظام های الهی را شامل میشه. و به چی هدف؟ به هدف تحقیق سعادت دنیا و آخرت. پس در شریعت سعادت دنیا و آخرت است. الله سبحانه و تعالی بر ما مسلمان ها تعلیم داده که بگوییم ربنا، ای پروردگار ما، آتنا فی الدنیا حسنه، بر ما در دنیا حسنات نصیب بکن، و فی الاخرت حسنه، و در آخرت هم حسنات نصیب بکن، و قنا عذاب النار. پس انسان مسلمان مؤمن هم حسنات دنیا را برش الله نصیب میکنه و هم حسنات آخرت. انسان با سعادت و خوشبختی دنیا و آخرت نائل میشه به شرطی که از شریعت الهی استفاده بکنه. دوستان عزیز، نامهای توحید تشریع، این علما نامهای مختلف ذکر کردن و هر نام از یک فلسفه یا حکمت خاص خود داره. مثلا یکی از نامهای ازی توحید اطاعت است. چرا این توحید اطاعت میگن؟ به خاطر ازی که الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم الشان میگه که و من یطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما. و من یطع الله و رسوله، و هر کسی که اطاعت از الله و رسولش نماید، فقد فاز، یقینا که دست یافته است به فوز عظیم، به پیروزی و کامیابی بسیار بزرگ. پس انسانی که موحد هست، این فقط شریعت الهی را تطبیق میکنه، شریعت الهی را، احکام الهی را تطبیق میکنه و اطاعت میکنه. به این خاطر این توحید تشریع میگن. همچنان نام دومش توحید اتباع هست، متابعت. یعنی این انسان متابعت از آنچه که از جانب الله برش نازل شده است. دلیلش سوره اعراف آیت 3: اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. شما از آنچه که از جانب پروردگارتان نازل شده است از او متابعت بکنید. پس انسان مؤمن موحد یکتا پرست متابعت از شریعت الهی میکنن، از این خاطر این توحید اتباع میگن. سومین نامش بعضی از علما توحید حاکمیت هم این اطلاق میکنن. چرا؟ زیرا انسان مؤمن تحاکم به شریعت الله میکنه و حاکمیت الله را و حکم الله را بالای خود تطبیق میکنه. در آیت 57 سوره انعام میخونیم که این الحکم الا لله، حاکمیت نیست مگر مخصوص الله، حکم کردن مخصوص الله هست و هو خیر الفاصلین، بهترین جدا کننده حق از باطل است. پس کی تفصیل میکنه و جدا میسازه حق از باطل و حکم کی؟ حکم حقیقی است که حق از باطل جدا میکنه، حکم الهی هست. چهارمین نامی که بر از توحید میتن توحید تشریع است. چرا؟ به خاطر ازی که در این توحید فقط شریعت الله تطبیق میشه. در این توحید فقط شریعت الهی تطبیق میشه. الله سبحانه و تعالی میگه شرع لکم من الدین، برای شما تشریع نموده است از دین را که ما وصا به نوح، که توصیه شده بود به همین گونه شریعت نوح علیه السلام. یعنی الله متعال شما را به موت یک شریعت، از این خاطر ایره توحید تشریع هم میگن. قسم پنجم ایره توحید سیاسی میگن. چرا توحید سیاسی میگن؟ به خاطر از اینکه سیاست و احکام این توحید را
توحید سیاسی میگن زیرا تطبیق شریعت الهی در نظام سیاسی اسلامی در وقت اقامه نظام اسلامی می باشد. شما ببینید در حدیث شریف رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید، حدیثی که عن ابی هریره روایت شده، عن ابی هریره رضی الله عنه عن رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده است کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیا، بنی اسرائیل سیاست میکردن پیغمبران. در اینجا باید بسیار دقت داشته باشیم درباره کسانی که درباره سیاست بحث میکنن. ما دو قسم سیاست داریم، یکی سیاست شرعی الهی و یکی سیاست شیطانی ابلیسی. بعضی کسا که فرق بین سیاست الهی را نمیفهمن، این با سیاست شیطانی خلط میکنن و در کفر داخل میشن. ببینن سیاستی که شریعت الله را تطبیق میکنه در نظام سیاسی حکومت، این سیاست است که در رأس از او پیغمبرا بودن و رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیا، بنی اسرائیل پیغمبرا سیاست میکردن. شما ببینین پیغمبرا شخصیت های معصوم هستند، چه قسم سیاست میکردن بنی اسرائیل پیغمبرا؟ مطابق ارشادات الهی. حدیث متفق علیه است که بخاری و مسلم ایره روایت کردن. به این اساس ما سیاست اسلامی داریم که در رأس از پیغمبرا می باشند و در سیاست اسلامی ما هم در رأسش رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن. رسول الله صلی الله علیه و سلم در مدینه منوره حکومت اسلامی را تأسیس کردن، نظام اسلامی را تأسیس کردن و خودشان در رأس از او قرار داشتند. و بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم اجماع کردند و ابوبکر صدیق رضی الله عنه را به صفت خلیفه رسول الله صلی الله علیه و سلم تعیین کردند. بعد از او عمر رضی الله تعالی عنه و بعد از او عثمان رضی الله تعالی عنه و بعد از او علی رضی الله تعالی عنه و بعد از او حسن رضی الله تعالی عنه، که اینا 5 شخص خلفای راشدین هستند که اینا کل از اینا در رأس سیاست بودن و سیاستی که اساس از او، احکام از او از شریعت الهی گرفته می شد. خب بعضی از کسا در قسمت ارتباط اسلام با سیاست شک میکنن. سیاست تطبیق قانون است و سیاست اسلامی تطبیق شریعت الهی هست. دلایل از چی هست؟ دلیل اولش از قرآن عظیم الشان است که الله سبحانه و تعالی میگه که فعلم انه لا اله الا الله. فعلم یعنی بدان که نیست هیچ کس مستحق این که ذاتش عبادت شود و شریعت و قانونش تطبیق شود الا الله، بغیر از الله. فعلم در اولش میگه فعلم، پس بدان، فعلم پس بدان انه لا اله الا الله، نیست هیچ کسی مستحق از این که ذاتش عبادت شود و شریعتش تطبیق شود الا الله، بغیر از الله سبحانه و تعالی. وقتی اینجا علم است که باید بدانیم. دکتر عبدالله قادری او چی میگه؟ میگه معنای آن تطبیق شریعت الهی و تسلیم شدن مطلق به احکام الهی می باشد. و ما شما خواندیم که انسان مسلمان در کلمه طیبه لا اله الا الله 3 تعهد میکنه. تعهد اول یا الله بغیر از ذات تو کسی دیگر عبادت نمیکنم. تعهد دومی بود که یا الله بغیر از شریعت تو قانون کسی دیگر بالای خود تطبیق نمیکنم و قبول نمیکنم. و تعهد سومی که یا الله اطاعت از ذاتت و تطبیق شریعت تو را به طریق رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنم. پس دومین تعهد مسلمان با خالقش
امی هست که بغیر از شریعت الله قانون کسی دیگه را بالای خود تطبیق نمی کنم. دلیل دوم این هست که آیت شریف است در سوره بقره آیت 30 و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، وقتی که پروردگارت برای ملائکه گفت که من در زمین یک خلیفه را میگردانم. خلیفه کسی است که اوامر الله را مطابق اوامر الله را در زمین الله مطابق احکام الله تطبیق میکنه. پس اوامر و احکام الله وقتی در زمین تطبیق میشه که در زمین الله حلال و حرام تفکیک شوه، حق و باطل تفکیک شوه، خوب و زشت تفکیک شوه و این خوب و زشت و حلال و حرام و جایز و ناجایز خالق متعال سبحانه و تعالی ای تعیین کرده و تعیین میکنه و بر مردم میفهمانه. پس خلیفه در زمین به خاطر تطبیق شریعت الهی آمده است تا این خلیفه شریعت الله را تطبیق بکنه. بناهن این دلیل دوم ارتباط دین مقدس اسلام با سیاست و تطبیق شریعت الهی است. آیت سومی که در این راستا هست، الله سبحانه و تعالی سوگند یاد میکنه که فلا و ربک، این آیت 65 سوره نساء هست. الله سبحانه و تعالی سوگند یاد میکنه که فلا و ربک، ای محمد قسم است به پروردگارت. اینجا انسان باید بسیار دقت بکنه که قسم است به پروردگارت. وقتی الله قسم یاد میکنه، در یک جا به تین قسم یاد میکنه، در یک جا به زیتون قسم یاد میکنه، در یک جای به بلد امین و تین و زیتون و هذا البلد الامین الله سوگند یاد میکنه. در جای دیگه الله سوگند یاد میکنه به والفجر و لیال عشر، به صبح و شبهای دهگانه. و گاهی هم الله سوگند یاد میکنه به ضحا و ضحا و گاهی هم به عصر و العصر. اما در اینجا الله متعال به ذات ذوالجلال خود سوگند یاد میکنه. وقتی به ذات ذوالجلال خود سوگند یاد میکنه، از این معلوم میشه که موضوع بسیار دقیق و قوی هست، موضوع بسیار مهم هست که خالق متعال به دیگر چیزها سوگند یاد نکرده، به ذات ذوالجلال خود سوگند یاد کرده. به خاطر این سوگند باید ببینیم که الله کدام موضوع مهم را برای ما مطرح میکنه که به ذات ذوالجلال خود سوگند یاد میکنه. فلا و ربک لا یؤمنون، الله میگه قسم است به پروردگارت ای محمد صلی الله علیه و سلم که اینا مؤمن نیستن. کدام مردم ها مؤمن نیستن؟ حتی یحکموک فیما شجر بینهم، تا زمانی ای کسانی که ادعای ایمان میکنن تو را حکم قرار ندن در اختلافات خود، چی اختلافات سیاسی باشه و یا اعتقادی باشه و یا عبادتی باشه یا تعلیمی و تربیوی باشه یا اختلافات مالی و هر چیز باشه. در تمام اختلافات خود الله سوگند یاد میکنه که یا مؤمن نیستن، در صورتی که در این اختلافات خود تو را حکم قرار ندهند که مطابق کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بر از اینا چی کنی؟ مطابق ازی برشان فیصله بکنی. آیا همین کفایت میکنه که ما در اختلافات خود حکم رسول الله صلی الله علیه و سلم بگیریم تا مطابق کتاب الله و سنت رسول الله بر ما فیصله بکنه؟ میگه نه، شرط دومی هم باید داشته باشه. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، باز در نفس هایشان احساس دلتنگی از قضاوتتون نکنن، از آنچه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فیصله کرده از این دلتنگ نشن. این بسیار مهم است. فلا و ربک لا یؤمنون، ایمان ندارن مگر با 3 شرط ایمان از اینا درست میشه. شرط اول ای که تو را ای پیغمبر در اختلافات خود
حکم قرار بدهند. وقتی مشکل داشته باشند به کتاب الله و سنت رسول الله مراجعه کنند. دومش وقت ایمان از اینا درست میشه که بعد از اینکه فیصله پیغمبر برشان بیان شد، ولو این فیصله را قبول هم کردن، لکن باید در قلبشان حرج و تنگی نباشه. اگر فیصله پیغمبر را با دلتنگی بپذیرن، باز هم اینا مشکل ایمانی دارن. خب اگر کس ایمان هم داشت و بالاخره در مشکلات خود پیغمبر حکم قرار داد و در فیصله از او دلتنگی هم نکرد، ایمانش تکمیل میشه. شرط سومی میگه باز هم باقی مانده هست. شرط سومی چی است؟ و یسلموا تسلیما، تا زمان اینا 100% تسلیم نشن. پس تسلیمی کامل سبب از این میشه که اینا واقعا مطابق حکم الله و مطابق شریعت الله تسلیم هستند. ای که چی دلایل دیگی در راستای ارتباط اسلام با سیاست و دلایل تطبیق شریعت الهی در جامعه داریم. در برنامه بعدی خدمت شما تقدیم میکنیم، تا برنامه بعدی که باز هم در خدمت شما عزیزان گران قدر قرار میگیریم. شما را به خالق منان مسپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اقرأ ورتل باقتداء آناء ليلك والنهار ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. طب حياتك إنها بالذكر زاهية المنى. قوم لسانك مبحرا معنا على تاج الوقار. ورتل باقتداء آناء ليلك والنهار ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. طب حياتك